یک روزی پدر پسر کنار ساحل قدم می زدن. پسر از پدر سوال میکنه، میگه پدر، هر وقت میبینمت با دوستات صحبت میکنی میگی خداوند بزرگه، خداوند بزرگه. چقدر خداوند بزرگه؟ پدر تعجب میکنه از این سوال پسر و میخواد بهش با حکمت بهش جواب بده. میبینه یک هواپیمایی از بالای سرشون عبور میکنه، خیلی فاصله داره. میگه پسرم این هواپیما چقدر اندازشه؟ گفت بابا خیلی کوچیکه. گفت بستگی داره به اون ارتباط خودت با خداوند. میبره فرودگاه پسرشو، بهش میگه پسرم چی میبینی؟ گفت بابا این هواپیما خیلی بزرگه. گفت بازم بستگی به ارتباط خودت داره پسرم. شما موقعی که به خداوند نزدیک میشی، خداوند بزرگه. زمانی که از خداوند فاصله میگیری و میری دنبال امیال نفسانی، خداوند فاصله داره از شما و اونو کوچیک میگیری. به خاطر همینه میگم بستگی داره به موقعیت شما، به اون ارتباط شما با خداوند. پسر متوجه میشه. امروز این سوالو از شما میکنم، خداوند رو چطوری میبینی؟